یه لحظه صبر کن ببین چی میخوام بگم. بعد خب یه دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیرم، 1 دقیقه از وقت تو رو من بده. من چند سالی هست که یوتیوب رو میخوام شروع کنم و شروع کردم و هی کردم و اینا. تو چنل من بری خیلی از ویدیوهامو پاک کردم، البته پاک نکردم و پرایوت کردم، چون قراره چنلمو جدید محتوای جدید بسازم، محتوای فاخر. و اینکه میخوام یه چیزی رو تست کنم، تازه دوباره شروع کردم، اینکه یه لطفی بکن در حقم، این لایکو بزن. تو که تا اینجا وایسادی، این لایکو بزن، سابسکرایب هم بزن. و میخوام ببینم مشکل از محتوای منه یا اینکه یوتیوب فعلا داره منو امتحان میکنه یا باید استمرار داشته باشم و اینا. و اینکه آقا حمایت کنید دیگه، دمتون گرم. الان میگی حاجی وقت منو به چیز گرفت با این ویدیوش، گفتم الان میخواد چی بگه. حالا دمت گرم دیگه، لایکو بزن، سابسکرایب بکن، محتوای خوب میسازم و خوشت میاد و میخندی. چالشیه. اگه نظرات دیگه ای هم دارید بگید که حتما رو چشمم انجام میدم.